درود به شما همراهان عزیز. در این ویدیو به معرفی چاپ فلکسوگرافی می‌پردازیم. یکی از اصلی ترین روش های چاپ در صنعت بسته‌بندی. چاپ فلکسو یک روش صنعتی برای انتقال تصویر روی متریال انعطاف پذیره، همچنین لیبل ها. این روش به گونه‌ای طراحی شده که چاپ مداوم و پایدار در خطوط تولید صنعتی رو امکان پذیر کنه. در چاپ فلکسو کنترل فرآیند اهمیت بالایی داره. رنگ ابتدا وارد سیستم رنگرسانی میشه، سپس به صورت مرحله به مرحله برای انتقال تصویر آماده میشه. این صدایی که بعضا میشنوید صدای دستگاه فلکسو دارن استارت میخوره. برمیگردیم به صحبتمون. کیفیت نهایی تو چاپ فلکسو وابسته به تعادل بین رنگ، فشار و سرعته. آنیلوکس مسئول کنترل دقیق حجم رنگ در چاپ فلکسوس. این رولر سرامیکی دارای سلولهای حکاکی شده است که هر کدام مقدار مشخصی از رنگ را نگه می‌دارند. آنیلوکس تصویر را منتقل نمی‌کند، بلکه مقدار رنگی را تعیین می‌کند که به کلیشه می‌رسد. لاین اسکرین به ساختار و تفکیک تصویر مربوط میشه، در حالی که آنیلوکس حجم رنگ رو کنترل میکنه. لاین اسکرین مشخص میکنه تصویر با چه دقتی روی چه سطحی باید چاپ بشه. یکی از اشتباهات رایج در فلکسو ناهماهنگی بین آنیلوکس و لاین اسکرینه. همچنین افزایش فشار برای جبران کیفیت معمولا نتیجه معکوس داره و باعث افت جزئیات میشه. جبران کیفیت، منظورم جبران رسیدن به اون رنگ دلخواهه. بارها من خودم دیدم که اپراتور چاپ میاد فشار رو زیاد میکنه تا به اون حجم از رنگی که نمونه داره برسه. در چاپ فلکسو کیفیت نتیجه تعادل بین اجزای مختلفه. در ویدیو بعدی به سراغ چاپ روتوگراور میریم و تفاوت منطق این دو روش رو بررسی میکنیم. دو تا دنیای مختلف هستن و هیچ ربطی به هم ندارن به نوعی. ممنون از همراهیتون.